خب امروز رسیدیم به داستانی دیگه از داستان یاران رسول خدا و فدایان رسول خدا صلی الله علیه و سلم، از نسل اول قهرمانان الهی، قهرمانانی که برای خدا بندگی کردند و شجاعت و شهامت از خودشون به خرج دادن. ایشون شخصیتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه اگر کسی خوشحال میشه و دوست داره شهیدی رو ببینه، کسی که به شهادت رسیده، شهید زنده ای رو که داره روی زمین راه میره، به اون نگاه کنه. اون کیه؟ طلحة ابن عبیدالله تمیمی. داستان از اونجا شروع میشه. حالا ببینیم طلحة ابن عبیدالله کیه. طلحة ابن عبیدالله التمیمی به همراه قافله از قافله های قریش برای تجارت به سرزمین شام میره. وقتی که قافله به شهر بصره میرسه، بالاخره همه بزرگان اون تجار قریش، همه بزرگان و ثروتمندانی که بودن، برای معامله میرن در بازار که وارد خرید و فروش بشن دیگه، کالاهایی که آوردن بفروشن، بخرن کالاهای جدید رو. و طلحة ابن عبیدالله با وجود اینکه جوان هست، کم سن و سال هست، اما دارای یک ویژگی خاصی بود که اون هم تقریبا مثل دیگران شاید اون مهارت‌های تجارت رو نداشت، اما در واقع یک هوش و ذکاوت خاصی داشت که اون رو کمک میکرد که بتونه در این بازار خرید و فروش اون هم با دیگران بالاخره رقابت بکنه و در تجارت و معامله موفق بشه، به خاطر هوش خاصی که داشت، نه تجربه خاص، چون جوان بودش. در هر صورت طلحه اون هم در این بازار مشغول بود، بازار شلوغ میرفت و میومد در هر مکانی بتونن بالاخره کالا رو خودشون خرید و فروش کنن و معاملات رو انجام بدن. که در این لحظه یک اتفاقی میفته که این اتفاق در تاریخ سرنوشت زندگی طلحة ابن عبیدالله رو عوض میکنه. ببینیم از زبان خود طلحة ابن عبیدالله رضی الله عنه، ببینیم ایشون خودش چی میگه، چه براش تعریف میکنه برای ما که چه اتفاقی براش افتاد. ایشون میگه آره من تو بازار بصره بودم که مشغول تجارت و سرگرم بودم که یک راهبی از راهبایی که اونجا به قول معروف در مثلا کشیش‌های مسیحی تصور کنید، یک کشیش مسیحی، راهب مسیحی پیش من اومد و داشت مردم رو صدا میزد. اونجا بودش که من هم اونجا بودم. گفت ای تاجران کسی هست آیا در این شرایط از مکه اومده باشه؟ آیا در این فصل تجارت کسی هست از حرم مکه اومده باشه در اینجا که من بخوام باهاش ملاقات کنم؟ میگه که من به اون نزدیک بودم، بهش گفتم بله من از مکه اومدم، از سرزمین حرم اومدم. بعد گفت آیا در بین شما احمد ظهور کرده؟ هل ظهر فیکم احمد؟ آیا در بین شما احمد ظهور کرده؟ من گفتم احمد کیه؟ گفت احمد پسر عبدالله، پسر عبدالمطلب. این همون ماهیه که ایشون باید به پیامبری برانگیخته بشه و ظهور بکنه و این آخرین پیامبر هست. این از سرزمین شما، از حرم خارج میشه و به یک سرزمینی دیگه میره که دارای سنگ‌های سیاه هست، که دارای نخل هست و دارای مثلا آب و هوای بهتر و اینها هست. به اون سرزمین خواهد رفت. اگر توی جوان میخوای موفق بشی، موفقیتت اینه که تلاش کنی خودتو زودتر به اون برسونی، نه اینکه در این تجارت اینجا مشغول باشی. طلحه میگه که این صحبت این راهب در قلب من یک تکونی ایجاد کرد. بلافاصله من رفتم پیش کالاهای خودم و بالاخره اونجا سپردم به اون تجار، هر کاری بود. من سریعا حرکت کردم و قافله رو گذاشتم و گفتم میرم تا خودم به مکه برسونم ببینم چه اتفاقی افتاده. این راهب به من یک چنین حرفی زده. میگه وقتی که من رسیدم به مکه و به خانواده‌ام گفتم که آیا بعد از این که من از مکه رفتم اتفاقی افتاده؟ گفتن آره. گفتم چی شده؟ گفتم بیا محمد ابن عبدالله فکر میکنه دچار توهم شده، فکر میکنه که پیامبر هست و بیای که پسر ابوبکر، پسر ابو قحافه، ابوبکر هم از اون داره پیروی میکنه. طلحه میگه من ابوبکر رو میشناختم. ابوبکر خب آدم با خردی، با شخصیتی، آدم شناخته شده‌ای در جامعه بود و کاری رو بیخود انجام نمیداد. آدم اهل فهمیده و با خرد و دانشمندی بود، یعنی از نظر حکمت و اخلاق اینها. و تاجری هم بود که اخلاق خوبی داشت، رفتار خوبی داشت، همه مردم باش انس میگرفتن، الفت میگرفتن، دوست داشتن در مجالسش بنشینن. بالاخره اون اخبار قریش رو داشت، دارای از اصل و نسب و نساب مردم قریش میدونست، قصه های عرب میدونست. میگه من دیگه خب گفتم پس الان وقتی برم پیش ابوبکر. میگه رفتم و خودم به ابوبکر رسوندم، گفتم درسته که میگن محمد ابن عبدالله گفته که من پیامبر خدا هستم و تو ازش پیروی میکنی؟ گفت آره. و شروع کرد ابوبکر داستان
برانگیخته شدن یا بعثت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو برای من تعریف کردن و منو تشویق کرد که من هم اسلام رو بپذیرم تا و وارد دین خدا بشم. میگه در هر صورت طلحه میگه گفتم بریم با هم دیگه پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم. میگه رفتیم پیش پیامبر خدا و پیامبر خدا اسلام رو به ما عرضه کرد و یه مقداری هم از آیات قرآن رو بر من خوند و دیگه من سینه هم گشاده شده بود و از اون طرف هم پیامبر به ما بشارت خیر دنیا و آخرت رو داد و من دیگه در شرایطی کاملا آمادگی داشتم. اون داستان راهب رو هم برای پیامبر خدا تعریف کردم. پیامبر خیلی خوشحال شد. بلافاصله دیگه من در برابر رسول خدا صلی الله علیه و سلم شهادتین رو دادم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. میگه من چهارمین نفر بودم که دیگه توسط ابوبکر در واقع مسلمان شده بودم. اسلام در قلب طلحه بن عبیدالله جا گرفت و به همین صورت در بین خانوادهش یک شوکه ایجاد شد، در بین طایفش و قبیلش، که برای طلحه چه اتفاقی افتاده. برخوردها خیلی شدید شد. بیشترین ناراحتی رو مادر طلحه از خودش نشون داد، چرا که دوست داشت طلحه به خاطر این ذکاوت و هوش و بالاخره خردی که داره، فهمی که داره، دانشی که داره، بتونه در آینده بزرگ قبیلشون بشه. ولی الان میدی دفعه دیگه نه، این طلحه رفته پیرو محمد شده، محمدی که دعای پیامبری میکنه، به وارد دین خودشون رو ترک کرده. خیلی برای مادر سخت شده بود. این بود که قوم طلحه خیلی طایفه، بحث عرب ما بارها گفتیم که قبیله بودن، فشار سختی، سنگینی شدیدی رو بر طلحه وارد کردن، تحت شدیدترین عذابها، شکنجه‌ها، آزارها قرارش دادن، اما اون مثل یک کوهی محکم، یک کوهی پایدار و استوار زیر همه این شکنجه ها استقامت کرده بود و پایداری میکرد. وقتی که اینا دیدن نمیتونن هر کاری بکنن، شکنجه ها رو بیشتر کردن، آزار و اذیت بیشتر کردن تا بتونن اینو تحت بدترین وضعیت قرار بدن. یکی از نقل میکنه مسعود ابن خراش، میگه من بین صفا و مروه سعی میکردم. خب این آداب و رسوم در زمان جاهلیت هم بود، در آداب ابراهیم هست، سعی بین صفا و مروه. دیدم که مردم تعداد زیادی جمع شدن، طناب انداختن به گردن یک جوانی رو و اون رو دارن میکشن اینور اونور، به این طرف و اون طرف، پشتش، رو سینه‌اش، به هر طرف دارن این رو میزنن و شکنجه میدن و صحنه خیلی عجیبی. و یک پیرزنی هم میگه پشت سر این بود و این فوش میداد و بد بیرا میگفت. من گفتم داستان این جوان چیه؟ چه اتفاقی افتاده که دارید به این شدت اینو شکنجه میدید و میزنید و این پیرزن داره اینو فوش میده؟ گفتن این طلحه بن عبیدالله است، این دین پدر آبا اجدادش رو رها کرده، بیدین شده، کافر شده و پیرو یک جوان از قبیله بنی هاشم شده. گفتم خب این پیرزنی کیه پشت سرش راه افتاده داره اینجوری بد بیرا میگه، فوش میده و شماها رو تحریک میکنن؟ گفتم بابا این صعبه دختر خضرمی هست، مادر این جوان، این پیرزن مادرش هست. ببین دیگه چه شرایطی رو طلحه داشته پشت سر میذاشه. شما این لحظات رو که بسنجید، ببینید شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایمان رو چگونه پذیرفتن و امروز این ایمان به دست ما چگونه رسیده. معروف هست که نوفل ابن خویلد که ملقب هست به شیر قریش، اومد پیش طلحه بن عبیدالله وقتی اون شرایط دید دارن اینقدر شکنجهش میکنن، به طناب بستن، آزارش میدن. میگه اونها ببخشید وقتی اون دید که شرایط این گونه هست، من حواسم پرت شد، این نوفل ابن خویلد که به شیر قریش معروف بود، وقتی دید که دیگه اینقدر مردم هم ناراحتن فلان، اون هم طناب برداشت، اومد ابوبکر صدیق و طلحه بن عبیدالله رو محکم به طناب بست و اینها رو میکشون در بین این دیوانه ها یا جاهلان یا بچه های شیطان و فضولی که در اونجا بودن در مکه، تا بدترین شکنجه ها رو طلحه بن عبیدالله و رو ابوبکر اجرا کنه. و کسی هم موقع جرئت نمی‌کرد، اوایل اسلام بود، بخواد دفاعی از اینها بکنه. به همین اساس میگه اینها رو طوری با طناب بسته بود. نگاه کنید دو این طلحه و ابوبکر رو که از اون زمان همه میگفتن که بالقرنین، قرینین، یعنی دو تا قرین هم هستن. اینا رو به خاطر اینقدر سختی رو این دو تایی با هم تحمل کردن. بله روزها گذشت، بالاخره زمانها گذشت و طلحه بن عبیدالله هم مثل سایر یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم سختی ها و رنج های زیادی دید. رنج هایی رو در راه خدا و در راه رسول خدا صلی الله علیه و سلم و نیکی، اما همه اینها رو به خاطر اسلام.
همه این آزمایش ها به خاطر اسلام و این مثل یک آهنی در این کوره آزمایشات الهی این لحظه به لحظه پخته میشد و رشد میکرد و تقویت میشد و قوی میشد تا جایی که دیگه مسلمانان به طلحه ابن عبیدالله لقب شهید زنده داده بودند. این لقبی بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهش میگفتن طلحه الخیر، طلحه الجود، طلحه الفیاض. اینا همه القابی بود که طلحه داشت به خاطر ویژگی هایی که داشت و این قصه ها هر کدوم در جای خودش از اهمیت ویژه‌ای بهره منده. هر قصه رو که شما میبینید داستانی داره، براش حکایتی داره. فقط یک لحظه تصور بکنید جوانی ایمان آورده، تمام قبیله اونو دارن اذیت و آزار میدن، مادرش ببینید باهاش چی کار داره میکنه و ببینید که این به خاطر اینکه با ابوبکر رفیق هست و دوست هست و عامل اسلام پذیرفته شدن اسلامش بوده، ببینید اینو ابوبکر رو در چه شرایطی قرار دادن. اما اینها گفتیم نسل اولیه‌ای است که خداوند برگزید برای شاگردی رسول خدا صلی الله علیه و سلم. چون زمان ما طولانی شد، ادامه داستان رو میذاریم برای جلسه بعد. شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.